سفیر قرقیزستان در تاجیکستان ژنیش رستنبیکوف گرفتار کرونا ویروس شده است و این دلیل روز 8 اکتبر در جلسه کمیته امور بین المللی امنیت و مدافع ژوگورکو کنش پارلمان قرقیزستان اشتراک کردن نتوانست، خبر داد نشریه قرقیزی 24 کگ. رستنبیکوف باید به اعضای کمیته درباره وضع مناسبت‌ها با تاجیکستان حسابات میداد. معاون وزیر کارهای خارجه قرقیزستان اویبک اورتقبایف از کمیته خواست که بررسی این مسئله را به تأخیر گذارند. رستنبیکوف بیمار شده است. خواهش میکنیم حسابات او را 2 هفته عقب گذارید. مراجعت کرد به وکیلان اویبک اورتقبایف. معلوم نیست که رستنبیکوف در تاجیکستان به کرونا ویروس گرفتار شده است یا در قرقیزستان. طبق معلوم وزارت تندرستی تاجیکستان از 13 ماه به این طرف پای فشارانه حسابات میدهد که در جمهوری حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. در بین بیشتر از یک ماه این وزارت تنها یک روز 15 اکتبر درباره ثبت شدن 2 حالت نو سرایت به کرونا ویروس خبر داد، ولی معلوم نیست که آیا یکی از این 2 نفر سرایت شده سفیر قرقیزستان بود یا خیر. روز 8 اکتبر در جلسه کمیته پارلمان وکیل عبدالوهاب نوربایف به معاون وزیر خارجه خاطررسان کرد که این کمیته ژوگورکو کنش قبلا به رستنبیکوف اظهار ناباوری کرده بود. شما کی به جای وی سفیر نو تعیین میکنید؟ کمیته قرار برآورده بود که ژنیش رستنبیکوف فراخوانده شود. او میداند که باید برود و از این رو کار نمیکند، ولی ما باید تا رفتنش حسابات او را شنویم. باید بدانیم که او 3 سال با چه کار مشغول بود، برای چه کاری معاش میگرفت، اظهار داشت نوربایف. روز 2 مای همگی چند روز بعد مناقشه خونین در مرز با تاجیکستان، وکیل ژوگورکو کنش کرامت ارزویeva به کمیته پارلمان پیشنهاد کرده بود که مسئله مسئولیت رستنبیکوف در این حادثه ها را بررسی کند. او گفت رستنبیکوف نتوانست به بهبودی مناسبت‌های بشکک با دوشنبه نائل شود. از زمان تعیین او به مقام سفیر مناقشه ها در مرز قرقیزستان با تاجیکستان هیچ تمام نمیشوند. او باید نه فقط از کار گرفته شود بلکه باید به جوابگری هم کشیده شود، طلب کرده بود اون وقت کرامت ارزویeva. ژنیش رستنبیکوف دکبر سال 2018 سفیر قرقیزستان در تاجیکستان تعیین شد. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده ها و زخمی ها از طرف قرقیزستان بود.